من حامله‌دار هستم، شوهرم میگوید که کودک را بگیر. خب من نمیگویم، مجبور دارد و به من قهر کرده است، میگوید بگیرم گناهگار میشوم. اکنون خواهر محترمه اسقاط حمل که یعنی در این زمان ما ابورت میگویم به زبان روسی، یعنی کودک بیرون کردن از رحم، این تا سن 4 ماهگی را به عذر و برازیگی زن و شوهر درست است. مثلا همون کودک اگر یگان ضرر در جسم و بدنی مادر بیاره یا اینکه کودک خودش معیبی و ناسالم باشه، در این صورت به اجازت زن و شوهر تا 4 ماهگی را یعنی که درست است که اسقاط کنن، یعنی کودک از رحم بیرون کنن. اما وقتی که از 4 ماهگی کودک گذشت، اگر چی معیبی باشه اگر چی زن معیبی باشه دیگه فرقیتی نداره، یعنی شریعت معن میداره. اگر از 4 ماه کودک بالا را انسان رفته ابورت کنه یعنی اسقاط کنه، اگر حکمی همون انسان کشت یعنی